افغانستان کشوری که در آن 4 دهه جنگ و خونریزی غالب بوده، مرگ ویژگی مشترک زندگی همه و بسیار معمول است. اما قتل سریالی که توجه بزرگترین رسانه‌های جهان را به خود جلب کند، بسیار نادر است. اینکه یکی از قاتلان سریالی در جامعه مردسالار افغانستان زن باشد، قضیه را غیر عادی و پیچیده تر می کند. و قضیه جالب و شیرینگل بود. اون قضیه ادو کرده دیگه، قضیه ما دیگه هیچ ندید. شیرینگل شاید تنها ترسناکترین قاتل سریالی زن در تاریخ افغانستان باشد. شیرینگل در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به دنیا آمد. پدر و مادرش در 2 سالگی مردند و اقوامش او را در سن 11 سالگی به عقد یک مرد کهنسال درآوردند. آنطور که شیرینگل میگوید، شوهرش که در دولت کمونیستی دگروال نظامی بود، او را لط و کوب میکرد و با او بدرفتاری داشت. یکی از پسران کاکای شیرینگل رحمت الله نام داشت. او راننده یک قماندان طالبان بود و اغلب با شیرینگل دیدار میکرد. شیرینگل میگوید که هرچی رحمت الله بیشتر به دیدارش می آمد، این دو به هم نزدیکتر می شدند. رحمت الله عادت داشت که غذا و تحفه به خانه شیرینگل ببرد، گاه خاص برای شیرینگل. در نهایت کار به جای می کشد که رحمت الله مستقیما به شوهر شیرینگل می گوید که عاشق زنش شده و قصد دارد او را با خود ببرد. شوهر شیرینگل از ترس رحمت الله قبول می کند. در این زمان بود که شیرینگل با رحمت الله تصمیم می گیرد شوهرش را بکشد. شیرینگل در ارتباط به این قضیه به روزنامه نیویورک تایمز می گوید وقت کسی ترسو می شود او مستحق مرگ است. کمی قبل از این که رحمت الله معشوق او شود، شیرینگل متوجه شده بود که او عضو باندهای جنایتکار در کابل و جلال آباد است. عبدالولی اسارک که در آن زمان مدیر زندان ننگرهار بود، درباره شیرینگل میگوید ما قاتلان زیاد در زندان داشتیم، اما من به هیچ مورد به اندازه شیرینگل جدی و خطرناک ندیده بودم. رحمت الله معشوق، سمیع الله پسر و 3 مرد دیگر عضو باند شیرینگل و شریک قتل‌های سریالی بودند. شیرینگل با وعده رابطه جنسی موترداران و اکثراً تکسیرانها را به خانه‌های خود در کابل و جلال آباد می‌کشاند. با ریختن مواد زهری در چای و کباب قربانیانش را مسموم می‌کرد. سپس هم دستان مردش دست به کار می شدند. نخست جان قربانی را می گرفتند و سپس در حویلی قبر کنده و دفنش می کردند. انگیزه آنها از این کار تنها موتری بود که از قربانی به جا می ماند. موترهای مردان کشته شده در امتداد مرز با پاکستان و در یک منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت خوست به فروش می رسید. این کار به مدت زیاد دوام می کند تا اینکه یکی از تاجران به نام محمد انور ناپدید می شود. تنها پس از ناپدید شدن محمد انور بود که مقامات تحقیقات درباره شیرینگل و خانواده‌اش را آغاز می کنند. تاجر به یکی از بستگانش اشاره کرده بود که شب ناپدید شدنش کجا می رفت. بدین ترتیب سرنخی در اختیار پلیس قرار می گیرد و در نهایت
یک رشته ناپدید شدن کشف می شود. در خانه کابل 9 جسد از روی حویلی خاکی شیرین گل کشف می شود. همین طور از خانه او در جلال آباد 18 قربانی دیگر از زیر خاک بیرون کشیده می شوند. شمار قربانیان متفاوت اعلان شده است. روزنامه نیویورک تایمز شمار قربانیان را 27 نفر، اما همایون دانشیار که زمان مجری برنامه دهلیزها بود میگوید که شیرین گل و همدستانش 70 راننده را به این شکل از بین بردند. بر اساس اظهارات وکیل پرونده شیرین گل، این گروه برای به دست آوردن پول مرتکب قتل می شدند و با فروش موترهای قربانیان هزاران دلار به دست می آوردند. آنها به اندازه کافی درآمد داشتند، در حدی که به مسجد نزدیک خانهشان در کابل کمک می کردند. در روزهای جمعه خیرات می کردند و همچنین فرش‌های جدید به مسجد تهیه می کردند. وکیل پرونده در توصیف شیرین گل می گوید که او مثل یک شخصیت فیلم است. 6 نفر به شمول شیرین گل، پسرش سمیع الله و رحمت الله به 27 فقره قتل در این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شدند. چند بعد مردها به دار آویخته شدند، اما شیرین گل اعدام نشد، چون برای فرار از اعدام ماه‌ها پیش چاره اندیشیده بود. وی در زمان انتظار برای اجرای حکمش حامله شد. زمانی که شیرین گل حامله شد، او و رحمت الله در زندانها و شهرهای مختلف بودند. مقام‌های افغان در سال 2017 بر رسانه استرالیایی سیدنی مارنینگ گفته بودند که یک افسر ناشناس زندان پدر واقعی دختر شیرین گل است. بدین ترتیب حکم اعدام شیرین گل به خاطر حاملگی به تأخیر افتاد. پس از به دنیا آوردن دختر به نام مینا، حکمش به حبس ابد تخفیف پیدا کرد. شیرین گل عمدن باردار شده بود تا از چوبه دار فرار کند. شیرین گل عمدن باردار شده بود تا از چوبه دار فرار کند. شیرین گل در مصاحبه با رسانه ها می گوید که هرگز به جرایمش اعتراف نکرده، اما بعد گفت که زیر شکنجه اعتراف کرده است. رحمت الله به قتل شوهر شیرین گل نیز محکوم شد که یک دگروال پلیس بود. جسد او در سال 2004 در میان دیگر اجساد دفن شده در حویلی خانه پیدا شد. رحمت الله به بچه بازی و دزدی نیز محکوم شده بود و با طالبان هم ارتباط داشت. در قسمت دوم این ویدیو به زندگی شیرین گل و بزرگ شدن دخترش در داخل زندان پرداخته می شود. دخترش جای جز زندان نداشت و هیچ کس در بیرون حاضر نبود سرپرستی او را به عهده بگیرد. مینا در زندان تولد و جوان شد بدون اینکه جرم را مرتکب شده باشد. اما در زندان به او چه می‌گذشت؟ سرنوشت مینا هم دردناک است.